خریدین در کجاست؟ داخل است. در محکمه است. تو پسری مرا محکم کردی؟ چی کار کنم؟ از مادرش بدتر است. آرام نمیشینه. با من نگر. زود خسته در را کشو. تا پولم را نگیرم حتی یک تاری موی پسرت را نمیبینم. انا اینها رو گیر. باز با اوزا رو زیور میدید. خدایا کاش میمردم این روزها رو نمیدیدم. همه این تقریبا 20,000 نمی شود. این حتی نیمی قرضت نیست. حاضر همین قدر یافتم. دوامش رو یافته بعداً میارم. تلفن تو زنگ میزند. نه تو تنها آمدی؟ بله. تو را تعقیب نموده. نه خود. تو آن طرف را بین. شرف پسرم حاضر کار دارم. دیرتر خودم به تو زنگ میزنم. بخیر است خانم نباها. با شما کی لازم؟ اوه خانم افسون، مهمانی ناخوانده داری. این شما؟ اینجا تعمیرش نیمکل است. اگر کمی تعمیر کنید خوب می شود. منظرش خیلی زیبا بود. شوخی نکنید. همین خانه های نیم ویرانه را میگویید؟ نه من همین خیلیش رو میجستم. میگیرم. این طور باشد اختیارتان. امروز حل کرده میشود؟ البته من به صاحب خانه خبر میدم. بگاه به دکان میاد حل میکنیم. میگیرم. امینه من میروم. حاضر مادرم میآید. در راه است. یگان چیز میخوای برای یگان چیز بیارم؟ زود به نزد امینه رو. انتظار میشم. مادرم؟ مادر؟
فقط صحبت میکنم. خیلی خوب. خیلی خوب خرسندم که به سرشت. شما پسند آمد. انا همین جو رو میگفتم. اگر خواهید شما روید من کمی کار دارم بعد با میخوریم. مایلش به این حد صاحب خانه بگاه میآید. تو بازده مایلش. سلامت باشه. او ابله حاضر به دست میافتد. باید گریزم. شرف در اینجا چیکار میکنی؟ از همینجا میگذاشتم یک خبر گرفتم. از همینجا میگذشتی؟ بله فریده. چی مگر امکان ندارد؟ اکنون همسایه شدم. از اینجا خانه کرایه گرفتم. خدا خواهد من هم در اینجا زندگی میکنم. دیدن نمیخواهم. دفشم رفت. امینه آخر من تو رو دوست میدارم. دروغ میگویی. دروغ نمیگویم. قسم میخورم. با من کمی وقت ده. همش رو حل میکنم. اما با کسی نگوی بگذار آنها چیزی رو ندانند. امینه به نزدیکی تو رو خواستگاری میکنم. براز اینجا تو را نمیخواهم. اگر وعده دهی که با کسی نمیگویی میروم. زود از اینجا برو وگرنه داد میزنم. اگر وعده دهی که با کسی نمیگویی میروم آخر. چیزی نمیگویی؟ خرسند نشدی؟ راستش نه خرسند شدم نه غمگین. من به تو یک چیز گویم شرف. تو در اینجا زندگی کرده نمیتوانی. بهترش کسی را نرنجانده از اینجا رو شرف. نمیروم. خطاهای پیش کرده هم رو تکرار نمیکنم. پس نمیگردم. امینه را دیده میتوانم. میتوانی اما کمی شتاب کن. یاسین نآمده رو. امینه دخترم ببین کی آمد. دخترم؟ او خوب است؟ حاضر میبینم. امینه دخترم چی شد؟ خوب هستی؟ امینه؟ پدر کنی گذشته شین دخترم. شین یک پیاله بیار. من خوبم. خواطر نشود. گیر دخترم. نوش نوش. آیسته آیسته. ای خدا. یا اینکه تو یگان خوبی بد دیدی. یاسین او تو رو رنجوند. نه مادر
اکا مرا نرنجونده. هیچ کس نامده. من کسی رو ندیدم. مایلش ممکن است با دخترم تنها صحبت کنم؟ تو بنماز این رو هم به بیسرم روا دیدی. با او خیانت کردی ها؟ من این مرد رو شناختم. من این مرد رو در خانه دیده بودم. تو این آدم رو به خانه جیغ زدی ها؟ بس است. بله دیدی. اگر های چیزهای ندیدت رو هم گویم. او دوست داشته منه. من به پسرت خیانت کردم. رو کن. همش رو به پسرت نقل کن. حاضر من به تو خیانت رو نشان میدیم. مویهایت رو میکنم. تو بناموس. چرا پسری مرا فریب دادی؟ کنی زودتر گپ زن. من به تو نشان میدیم خیانت رو. تو از دست من هیچ کس رها کردن نمیتواند. سرده من به اون نشان میدیم. سرده گفتم. پوستی رویم میرزد. بدرون درا من تو رو از زیر زمین هم میابم. کسی از دستم رها کردن نمیتواند. سرده چرا گم میزنی؟ میدانم روزهای وزنین را سر گذراندی، اما همش گذشت. نترس دخترم. نترس دخترم، نترس. من تو رو جمع نمی کنم. همچون پدر من حق دارم بعضی چیزها را دانم. مردم بسیار گپ ها میگویند. التماس حقیقت را تو با من نقل کن. این البته مشکل است. با آن سید پیشتر هم با میخورده دخترم. نترس دخترم. بیا شین کنی شین. وعده میدیم با سعید ضرر نمیرسونم. اگر نخواهی به هیچ کس نمیگویم. شما با هم دوستید یا در بینتون یگان چیز هست؟ آن شب همراهی او بودی؟ نه، من به دیگر جای رفتم. من در خانه دوگانه هم بودم. من سعید را ندیدم. با او کاری ندارم. آفرین دخترم، آفرین. با او کار داشته شد، چون که اون بیناموس به یک تنگه هم ورزش ندارد. میدونم پدر. مرا بسیار کن دخترم. من میگیرم. میدانی دخترم، من هم در همین نزدیکی هایم. به همین بینایی در مقابلتون بوده کچیدم. چی طور؟
بعد صحبت میکنیم. تو حالا استراحت کن. از این پس دایم همراهیم. شرف، هر وقتی که خواهی میایی، هر وقتی که خواهی میروی، این طور نمیشود. من تو رو خیلی خوب میشناسم. بعد از 2 روز پشیمان شده باز به نزد همسرت میروی. فرزندهایت رو بیهوده امیدوار نکن. با فکرم تو از امیدوار شدن خودت میترسی. چی طور خودم رو از دست دادم؟ باید رو پاره میکردم. گویا پوستی رویش به دستم چسبید. رویش مثل ریزین بوده است. باز شرم نداشتم میگوید که این دوست داشتم است. موری زنی ابله رویم رو کنده گرفت. زود رفته یگان دختر رو بیار، شناسهایت زیادند. مسئله دختر آسان است جانکم. تو مسئله پول رو حل کن. همه مثل من به پول کار نمیکنن. تو گپ رو نمیفهمی؟ پولها رو گرفتن نمیتونم. پول مول نیست. خانه را فروش. میدانی فروختن اون چند ماه وقت میگیرد. من با همین احوال گردم. خانه‌ات رو ارزان کن. زود میخرن. تو هم صاحب پول میشوی، من هم. میدانی که به همه اینها تو گناهکاری. دخترم، نانمون تموم شده است. من برای خریدن نان میروم. بعد از اونجا با بازار میدرویم، خرید میکنم. با تو یگون چیز بیارم. اکنون در اینجا رست شده موندم. مادر، نروید. چرا دخترم؟ تنها مونده نمیخواهم. این طور باشد تو هم بیا. یک جای میرویم، کمی هوای تازه میگیری. کمی زود رفته لباست رو پوش. نمیروم، من نمیروم. مادر شما هم نروید. دخترم چرا این طور میکنی؟ رو امینه، لباست رو پوش. یک سیر کرده میاییم. کنی رو دخترم. من رفته نمیتوانم. دختری زیبایم. آخر از دیروز باز از خانه نبر آمده ای. بیا رفتیم. کمی هوای تازه گرفته می آیی. مادر، به شما یک چیز رو میگویم. التماس از من نرنجید. مادر، او در درون است. این تلفنی کیست؟ از تو نیست به فکرم. مادر، سعید در درون است. تو در این خانه چیکار میکنی؟ من امینه رو دیدن میخواستم. تو او را جیغ زدی؟ تو جیغ زدی؟ من رو جیغ نزدم. تمام شو دخترم. تمام. تو از دختری من چی میخواهی؟ گوش کنید، من نیتی بد نداشتم. برای امینه خواطر شدم. خواطر نشو. دخترم رو به حالش گذار. رو از اینجا. یاسین، اکنون من چی کار میکنم؟ آوازت رو نبرار، وگرنه احوالات بد میشود. زود به درون درو. مادر، امینه دخترم، آرام شو. به درون درو. امینه دخترم، تو هم در اینجا نیست. به درون درو گفتم. دخترم، اکا تو رو در این احوال نبیند. زودتر درو.
مادر. یاسین در کجایید مادر جان؟ خیریت؟ در همین جاییم پسرم. خوش آمدی. خوش باشید. خیر میمونید که داره؟ نه حالا ندارم پسرم. در خونه نان نداریم. رفته خریده بیا. مادر هیچ گپ نه. کمی نفسم رو راست کنم بعد میرم. حاضر اگر در روی دیگر خوشی بر آمدنت نمیموند من تو رو میدونم. حاضر رفته بیار پسرم. خوب مایلش. باز چی گیرم؟ با می دور گیر پسرم. تخم، پیاز، کارتوشکا. ها باز نان رو هم فراموش نکن. مایلش مادر. ولی شما پریشان می نمایید. نه خوب هستید آخر؟ من خوبم. امینه در کجاست؟ در اتاقش خوب است. مالش زود میارم. مالش پسرم. با من نگر. کنی زود از اینجا بر اومده نیست شو. اینجا چه گپی است؟ برو نیست شب که دیگر چشمانم تو رو نبینم وگرنه خودم تو رو میکشم. مایلش تو Listo abla. کجا نگریزی؟ Listo. اینجا بیا. من خانه را رنگ کردم. مبارک شود. تشکر. به شما هم. من رفته پول رو گرفته میارم. اگر من نباشم به آقای حسن سپاره. سلامت باشید. تو بازدید. لابای مادر. الو شرف. پسرم کاش میدانستی پسرم. همین افسون است کو. افسون. با افسون چی شده است؟ پسرم به خاطرت هست به خانه یک مرد در آمده بود. یاسین شرف او رو دار. این آوازی فریده نبود مگر آنها یک جویند؟ اینها رو هم گیرم خانم؟ همش رو چیزهای شیشگی را در بین لباس ها گذار. کنی این مطرس رو بردار. مطرس رو هم میبره؟ نه برم برای اون که من ندیدم. کنی این رو بردار. در زیرش یک دیسک است. زود آن را گیر. گذار. این چراغ رو هم پیچون. آن رو هم میبرم. آخر روشناییش خوب است. این رو بین. خودت هم فهمیدی شریکش تنها موند.
آن را هم گیر. آنها را خوب بچون، خوب بچون، اما از هم جدا باشند. یاسین ایستا پسرم. یاسین بس کن آخر، تو چیکار میکنی؟ ای پدر، مال داخل او میگریزد. پسرم بس است آخر رفت. انا گریخت، با گناهی شما گریخت. کنی نقل کن، چی واقعی شد؟ آخر چیش رو نقل کنم پدر؟ او از خانه ما برآمد. میفهمید؟ با چشمانی خودم دیدم. این راست است فهمیدم. نامت چیست؟ نمیدونم. پلیس از تو چی پرسید؟ در یاد ندارم. تو رو پروندن. از کیت و تیر بر اومد. یگان شناست پروند. برای همین گفتن نمیخواهی. او رو حمایت میکنی؟ نمیدونم. من هیچ چیز رو نمیدونم. دخترم احتیاط کن، باز نشکنند. خیریت که از شما خلاص می شود. تو همین طور فکر کن. من مخصوص به تو گفتم که شرف در حبس خانه است. ما را فرستادی و از پسمون به پلیس خبر دادی، اما خدا بزرگ است، شرفم نجات یافت. زنی از چاه برآورده پینار نبوده است. چه خیلی پینار نبوده است؟ نه آخر پسرم خیانتی تو را فهمید. برای همین هم به خانه نآمد. چیزهای امروز دیدم را هم با اون میگویم. انا بعد خودت میدانی بو خواند. شرفی من مرد است فهما؟ یک طرفی است. کنی زود در اکشا. پس اون زن در کجاست؟ سلام، خسته نباشید. در اینجا یگان تلفن هست، زنگ زدنم لازم. در پایان کارت‌های تلفنی میفروشند. میتوانید زنگ زنید. ببخشید، من همراه خود پول ندارم. به من قرض نمیدهید؟ در کارتم اونقدر مبلغ زیاد ندارم، اما برای یک دو دقیقه میرسد. مایلش، تشکری زیاد. الو خانم ادوکات، من افسون باید حتما با شما بخورم. آخر من او رو جیغ نزدم، مجبور به خونه در اومد. این جسارتش رو بینیده، ناترسیده به خانه ما میدراید. او این جسارت رو از کی میگیرد؟ هرچند رفت گفته پیش کردم، گوش نکرد. دخترم مگر من هم در همینجا نبودم؟ چطور دیده و دانسته از من پنهانش کردی؟ چون که باوری داشتم که جنجال میکنید و میدونستم که باز مرا گناهگار میکنید. مگر همین طور نیست؟ شد دخترم، گریه نکن. کسی تو رو گناهگار کردن نمیخواهد. ما تنها میخواهیم که نیت این جوان رو بفهمیم. همین طور نیست شرف؟ البته نیتش رو فهمیدن میخوام. آخر نیتش معلوم است. اشپرسی دخترمان شده است. اگر من او را مردنیوار میگفتم میخیل نمیکرد. بس است آخر، بس کنید پدر. شرف، چرا به دخترم فشار میاری؟ فشار میارم؟ چرا این پسر به اینجا در آمده است؟ خواطر شده است آخر. خواطر شده است؟ مگر آدمی که خواطر میشود مجبوری به خانه میدراید؟ در اصل این سعید آدم هم نیست. تو از کجا میدانی؟
یا اینکه او را پیشتر میشناختی؟ نه، از کجا میشناختم؟ مگر درباره افسون آدم ماندن آسان است؟ از همین خلاصه کردم. لبای مادر. پسرم شرف، من چیزهایم را جمع کردم. حاضر میآیم پسرم، میآیم. مادر خبر میکردید من شما رو میآوردم. مایل شکرم با تاکسی بیایید. با محله که فریده زندگی میکند بیایید. فریده در همون ویران ها. پسرم ما چطور زندگی میکنیم در آنجا؟ دیوانه شده ای؟ گپ رو درست نکنید مادر، آمدید خودتان میبینید. شما به بیبیم چی گفتید؟ در نزد خانه ما خانه اجاره گرفتید؟ بله. آنا در آن بنا. چرا؟ آدم شدم، انا برای همین پسرم. تو هم آدم شو. دیگر با من چنین گپ نزن، من پدرت هستم. اگر یگان چیز شد خبر ده فریده. لازم نیست. یاسین در همین جاست. مادر جان، باز شما فکرهای بیهوده نکن پسرم. من این خیل نیت ندارم. این کار برای من کایها تمام شد. او فکر میکند هر گاهی خواهد بر میگردد، اما خودش رو فریب میدهد. من دیگر اون فریده پیشینه نیستم. او همون شرفی که من دوست میداشتم نیست. خانم افسون، چقدر شد شما رو ندیدم؟ مگر بیمار بودید؟ مهم نیست، کمی ناتوب شدم. در کدام بیمارخانه بودید؟ گوش کنید، حاضر وقتی با شما گپ زدن ندارم. بهترش بیاید مقصدم را گویم. گوش میکنم. وکالتنامه رو آوردید؟ بله، آوردم. از حسابم 20,000 آوردم، میرسد؟ تشکر زیاد. کوشش میکنم که قرضم رو برگردانم. اما برای چی به شما اینقدر پول لازم؟ من نفهمیدم. گوش کنید، باید هر چی زودتر مال و ملکم رو حمایه کنم و یگانه انسانی باوریناکم شمایید. خانم افسون، چی گپ است؟ خواطر نشوید. با نزدیکی هم شما هم دیگران همش رو میفهمید. عکسش رو هم آوردید؟ بله، برای یافتنش خیلی عذاب کشیدم. این زن کیست؟ دوستی نزدیکم. رو بین، باز چهره پیشینم می شود. من چقدر دیگر با این احوال می کردم. باید یگان راهش رو یابم. الو، با فکرم تو حق هستی. من همه وقت حقم جانکم. درو گوشو درو میگویم. درو گوشو میگویم. صدای خیریدین است؟
چرا او داد میزند؟ تو با او چیکار کردی اقرب؟ هیچ گپ نیست. مثل مادرش است، خیلی مکار. من حاضر به نزد ادوکات رفته تمام دارایی‌ام رو به سودا میگذارم. اما تو هم دختر کفتن گیر، فهمو؟ اگر به یک موی پسرم ضرر رسد قسم میخورم با اون پولها تو را گور میکنم. کوشو درو کوشو درو میگویم. درو کوشو میگویم. کوشو درو کوشو. ای درو کوشو. چی میخواهی؟ از من چی میخواهی؟ زیر شدم، رفتن میخوام. گویا من تو را نگاه داشتن میخواسته باشم. انتظار شو، پگاه مادرت آمده تو را میبره. مادرم آمده مرا میبره. نه، مرا میبره. مادری من کیست؟ تو او را میشناسی؟ همان خانم افسون، عجوزه‌ای که تو را دزدید. همون زنه که بای مگر مادری من است؟ نه خود همین قدر مانند باشه ده. وای همان زنی بای مادری توست. اکا به خدا من با این دختر دیگر واخورده نمیتونم. مادرش، پدرش، برادرش دویم در نزدش. از پسم دویده قریب مرا میکشتن. به زور به تاکسی سوار شده گریختم. سعید، تو چی خیل مردی ها؟ تو چی خیل آدمی ناعهده برایی؟ با تو چی کار کنیم؟ سعید، یک بار به سر و رویت نظر کن. این کار اینطور نمی شود. باید راه دیگری یابیم. چه خیل راه اکا؟ برای گپ نزدن دختر پاره دادن لازم است. اکا او این خیل دختر نیست؟ من درباره پاره نمیگویم، درباره نکاح میگویم. نکاح گفتید؟ اکا مرا اویله‌دار میکنید؟ زنده به زنده گورم میکنید؟ در رو گپ رو نبر، گوش کن. یک گل، یک شیرینی و یک انگشتری. خودت میفهمی که خود نشان دهی نیت نیک داشتنت رو نشان ده. گرچنده نیت نیک نداشتن تو رو همه فهمیدن. چی خیلی که گفتند خواهر دختر کوتاه کرد. 3 روز است، روز 4 باشد برویت میخندد. اکا اگر دختر قبول نکنه چی کار میکنی؟ سعید، اگر قبول نکند میدانی چی کار میکنی؟ در اطرافش چند روز دور میزنی، بعد به خانهش آمده خودت رو جبردیده نشان میدی و به او میگویی نخواد این روزها را هم میدیدم، من گذشته تو را کافت و کاب کردم، گذشتت خیلی بد بوده است. برویش گپ‌های درشت میگویی و بعد برآمده میروی. همه در حیرت مانده میگویند که این بچه چرا این طور گفت. باوری دارید اکا؟ حاضر این خیل میگوید بعد مرا نمیشناسید. ابله تو را نشناختم و هیچگاه هم نمیشناسم. کارت را باید خوب انجام دهی، فهمیدی؟ به من نگر. رفته به حسن گوی اسباب ها را بیاره. خانم افسون؟ چی شد؟ چرا این طور نگاه میکنید؟ نمیدونم، شما رو در اینجا دیده؟ خیر ملش، من وقتی زیاد ندارم، سخنی زیاد هم گفتن نمیخواهم. میخواهم تمام دارایی‌ام رو به فروش گذارم. یعنی خونم، ماشین، هر چیز دارم میتوانید فروشید. با امید 2-3 تنگه زیادتر فروختن نشوید و هر قدر پیشنهاد کنن دهید. حتی اگر خود شما پول داشته باشید میتوانید بخرید. چی شد؟ چرا نگاه میکنید؟ مرا نفهمیدید؟ اما صبح این طور نگفته بودید. صبح وقتی که مرا دعوت کرده و وکالتنامه طلب کردید، خواستید مال و ملکتان را حمایت کنم. مرا به بیمارخانه دعوت کرده بودید. من؟ خانم افسون، در حقیقت در یاد ندارید؟ کدام بیمارخانه؟ مادر جان، اینقدر سر و سیمه شده کاری افتید، اما من به شما اجازه کار کردن نمیدیم. پسرم، اگر احوالمان رو نمیبینی؟ خودت دیده ایستاده ای کو. اگر پگاه صاحب خانه بیاید چی کار میکنیم؟
من باید در یگان جای کار کنم. آخر مادر جان، من هم همین رو به شما میگویم. مانید من کار کنم. مگر خودتان به پدرم نگفته بودید که یاسین در بالای سرمان است؟ مانید من بالای سرتان باشم. مانید من خونه رو تامین کنم. نه پسرم، نه. تو باید به مکتب روی. مکتب گفتید؟ بله. تو حتی مکتب میانه رو هم ختم نکردی. مکتب رو ختم میکنی بعد به دانشگاه داخل میشوی. مادر، مسئله مکتب و خواندن اکنون برای من تمام شد. پسرم، حتی آدمان 60 ساله خوانده صاحب دیپلم میشوند. تو حالا خیلی جوانی. چرا در حال وقتش گذشت میگویی؟ ببین چقدر عذاب‌ها رو پس سر کردیم، اما حیات ادامه دارد پسرم. مادر، این سخنهای زیبا است ولی حیات حقیقی چنین نیست. یاسین، من گپم رو گفتم. همراهی امینه به مکتب میروی. من به مکتب نمیروم. انا بینید باز سر کرد. آخر او رو از کالج بایها گرفتید کو؟ نه، به اونجا هم نمیروم. به هیچ کجا نمیروم. خدایا من چیکار کنم؟ انیق پدرم است. اکنون همسایه شدیم. دیگر دم بدم با هر بهانه آمدن میگیرد. ایست من میکشویم. نه من خودم میکشویم. بگذار مرا در روبرویش دیده هر سخنی دارد به من گوید. بیبی؟ با پدرت زنگ زدم. در بیرون بوده است. در خانه فریده انتظار شو گفت. هوا خنک است، همین خیل نه؟ خوش آمدید، مرحمت گذارید. جامدان ها رو به درون درار. باز از بیرون ندزدند. با بیاد خوش آمدید نمیگویی؟ او بیمار است خانم نباهد. چه مگر بیماران عقل سلام دادن را ندارند؟ چه شما هیزم ندارید؟ خانه‌تان یک برین خنک است. حاضر هیزم نداریم، فردا میخریم. از پگاه من به کار میبرایم. باز خدمتگاری میکنی؟ مادر، من اینجا ایستاده نمیتوانم. به شما صحبتی خوش. پسرم به کجا؟ به نزد صمد میروم. دیر نکن. معلش. با کجا پسرم؟ با شما چی؟ بیبیت آمد از در خانه است؟ بله افسوس. این پسر یکان روز از دست من جزای سخت میبیند. باز هم خودم رو میدارم. یکان روز میکفم. سلام. خوش آمدی شرف. مادرم آمد است. خواستم او را همراه ببرم. خوش آمدی شرف جان. رفتیم. مادر، خانه خیلی نزدیک است. اون در همین کوچه است. رفتیم. کنی رفتیم. اینها را میبریم. اینها را برای شما گرفتم. امینه خورش را دوست می‌دارد.
لازم نبود، من خودم به بازار رفتنی بودم. انا من آوردم، حاجتی رفتن نیست. سلام. خوش آمدید آقای کمال. انا اینها رو من برای شما آوردم. اینها چیستند؟ به بازار رفته بودم، ماشین تیار است گفته برای شما هم خرید کردم. نخواستم تو تشویش کشیده به بازار روی. چرا زحمت کشیدید؟ چه خیلی زحمت فریده. بیهوده زحمت کشیدید، من هم برایشان خرید کردم. اینها چند سو می شوند؟ اونقدر قیمت نی فریده، بعد میدید. از معاشت میگیریم. چه خیلی معاش؟ نه رفتیم پسرم، رفتیم. با اینها وقت نگذارون، من خونه خوردم. رفتیم. مایلش مادر شما برایید. چه خیلی معاش فریده؟ شرف بعد صحبت میکنیم. مرحمت در روی دکای کمال. اینها در این محله چی کار میکنند؟ در روی برای من یک خانه روی جورا گرفتند. فریده گوش کن، این به من دخل ندارد، کاری من نیست تو. اما مار پوستش رو عوض میکند، اما فعلش را نی. محو شدیم، باید زود صحبت کنیم. به نزدم بیا میگویم افسون زنده است. گذارید. پسرم در اینجا آخر یگان اشیا نیست گو. آخر یخ میکنیم، در کجا خوب میرویم. من به شما نگفته بودم که انتظار شوید. چرا زود از پسی من برآمد آمدید؟ مگر در آن خانه ایستاده میتوانستم گریخته آمدم. کاش میدونست که آن زن چی کارهایی کرد. باز چی کار میکرد مادر؟ شوهرش رو با پلیس فروخت. این هیچ چیز نیست پسرم، هیچ چیز نیست. میدونی برای چی این خیل کرده است؟ برای چی کرده است؟ برای با خوشدارش گریخته. چی گفتید؟ پسرم من گپ زدنش را شنیدم، اما سیر بای ندادم. با او چنان خوش معامله بود که روزی دیگر او را تعقیب کردم. میدانی چی را دیدم پسرم؟ مادر مرا آخر قاتل میکنید. با سخنهای دروغتان مرا با سوی آن زن نفرستید. پسرم چطور تو را قاتل میکردن؟ به این هم به زور از پینار نجات یافتی. آخر من چیزهای دیدم رو به تو میگویم. باز شرم نداشته به من مرد را نشان داده گفت که انا این خوش دارم است. توبه استغفرالله. آخر برای چی او این کارا میکنند؟ نخواد تو این وقت برای فریب میداد. من نمیدونم تو این وقت چی بود یا نبود، اما به من نگر. باید هر چی زودتر از او و از خوشدارش جبران پولی طلب کنی. آخر تو را فریب کرد پسرم، فریب کرد. چه خیلی جبران پولی مادر؟ ها؟ من اینقدر انتظار نمیشوم. حاضر به همش جواب بدیم. شرف ایسا پسرم. پسرم چرا با او گفتم؟ آخر این را پنهان کرده هم نمی شود. باز یکان بیعقلی نکند. چه حال داری؟ از تو یک خواهش داشتم. گفته بودی که از کتفم تیر برآوردید. آن رو به من میدهی؟ چی کار میکنی؟ برای خاطره. هیچ چیز رو در خاطر ندارم گفتی. مرا فریب کردی. گوش کن، اگر این سر بین هر دویمان ماند به تو پولی کلان میدهم. به من کمک کنی. پولم رو نقد میخواهم. افسون؟ افسون تو مرا سخت ترسانده.
خدا رو شکر. فکر کردم که رفتی. نه چه خیلی رو پرتفته روم. بیا رفتیم مهمان ها رو انتظار نکنیم. رفتیم. افسون دیروز یک سوال داده بودی، میخواهی جوابش رو بگیری؟ اگر فریده امروز حتی اگر خودی حاضر بیاید، من باز با تو عیله دار میشم. چطور با این احوال گرفتار شدم؟ چقدر با او باور کردم. адвокат ро ба беморхона ҷиғ задааст. ваколатномаро имзо намуда каме пул талаб кардааст. тамоми молҳо дар дасти адвокат аст. хайр талаб мекардӣ? магар ин кори шӯхӣ аст ақраб. адвокат маро дида ҳайрон шуд. фикр кардам ҳозир маро мешиносад. аз тарс зуд аз наздаш дур шудам. аз барои худо бас кун пинор. ман боварӣ дорам ки ту боз нақшае кашидаӣ. магар худат нагуфта будӣ ки зани аз чоҳ бароварда афсун нест? полис чӣ? ба фикрат он зан дар беморхона асту полис аз ин хабар надорад? ҳамин то ту маро аблаг гумон кард. охир ман ҳақиқатро мегӯям, қасам мехӯрам. ман туро нағз медонам пинор. маро ба беморхона мефиристӣ буд, аз пасам ба полис хабар медиҳӣ. ба худо ман девона мешавам. гӯш кун, он зан дар он ҷост, фаҳмо? мо ҳеҷ чизро фурӯхта наметавонем, ягон танга ҳам надорем, мефаҳми ақраб? гӯш кун, пеш аз он ки ӯ ба полис меравад, зуд рафта ӯро аз беморхона барор, фаҳмо? майлаш пинор, ин корро ҳам мекунам. ба беморхона меравам, агар он зан он ҷо бошад ӯро мекушам, лекин агар набошад омада ҳам ту ва ҳам писаратро мекушам. майлаш, ман розӣ. افسون تو کجا میگردی؟ این مارکیست؟ کارمندی مهمانخانه‌ام جناب. خانم افسون در وقت نیکا خواهش نموده بودند که انگشتری ها را در قوطی گذارم، برای همین آمدم. انگشتری ها را میدید؟ تشکر زیاد. روز بخیر. مرا ابله گمان کردی تناموس. من با تو چی بدی کردم؟ پولات را گرفتم، بابانا چشم علا کردم، تنها دوست داشتم. برای تو شده همسرم را ترک کردم. فاطمه زود کمک کن، پلیس را جیغ زد. آقای شرف شما چی کار میکنی؟ تو برای همه جواب میدی. کنیخیز عقلت را کار فرما. سرده او رو، سرده، التماس. اگر یک بار دیگر به خانه درآیی سرت را میگیرم. کنی دفش از اینجا. همش راست بوده است. فریده راست میگفت است، تو زنی بیناموسی بوده ای. افسوس که این رو دیر فهمیدم. برای تو همسر و فرزندانم را خار کردم. دفشم رفت. زنی به عقلت رو انتظار بودگی. میروم، باید کیها میرفتم. تو خوبی؟
ягон чиз нашудааст. سلام، من کمیسر اکرم از شعبه مبارزه با جنایت‌های وزنی. به این بیمارخانه یک زنی را آوردن به شناسنامه. برای بردن او آمدم. دربارش معلومات داده میتوانید جناب؟ بیمار زنی تقریبا 30-35 ساله، موهایش زرد، او را از چاه برآوردن. فهمو. من جناب رو میبرم. اون بیمار زیر نظارت من است. نه خیر. بله، من شما رو به نزدش میبرم. خسته نباشه. بیمار نیست؟ بله، خودش نیست، اما به شما مکتوب گذاشت. او شما رو انتظار.